сураи Наҳл, занбури асал. дар Макка нозил шуд 128 оят ва 16 рукӯъ аст. бисмиллаҳи рроҳмани рроҳим. ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ҳукми Худо наздик омад, яъне аҳли китоб ки бар баъзе оятҳо амал мекарданд ва бар баъзе не, яъне ғалабаи дини ислом ва азоб додани кофирон ба яқин шуданӣ аст. чаро шитоб мекунанд? пас онро ба шитоб талаб макунед. худо аз он чи ӯро шарик муқаррар мекунанд поку баландқадр аст. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. фариштагонро бо ваҳӣ ба иродаи худ бар ҳар кас аз бандагони худ ки хоҳад фуруд меорад ки битарсонед ба ин мазмун ки ҳеҷ худое нест магар ман, пас аз ман битарсед. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. осмонҳову заминро ба тадбири дуруст офарид. баландқадр аст аз он чи ки ба ӯ шарик муқаррар мекунанд. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. одамиро аз манӣ офарид, пас он гоҳ вай ситезандаи ошкоро шуд. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ва чаҳорпоёнро офарид, аз онҳо барои шумо пӯшише ва манфиатҳои дигар аст ва баъзеи онҳоро мехӯред. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ва чун онҳоро вақти шом аз чаро боз меоред ва чун ба чаро сар медиҳед, шуморо дар онҳо зебе ҳаст. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ва борҳои шуморо ба сӯи шаҳре бармедоранд ки ҳаргиз ба он намерасидед магар ба машаққати ҷонҳо. ҳамоно парвардигори шумо бахшояндаи меҳрубон аст. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ва аспон ва астарону харонро барои он офарид то бар онҳо савор шавед ва барои ороиш ва ончиро ки шумо намедонед меофаринад. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ва роҳи миёна бар худо мерасад ва баъзе роҳҳо каҷ аст ва агар вай мехост ҳамаи шуморо якҷо роҳ менамуд. هو الذي أنزل من السماء ماء
لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. آن خدای است که از آسمان آب را فرود آورد. برای شما از آن آبی آشامیدنی است و از آن آب گیاه است که در آن چهارپایانتان را میچراند. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. به سبب آب برای شما کیشت و درختان زیتون و خرما و تاک انگور و هر گونه میوه ها را میرایاند. همانا در این برای گروهی که تفکر میکنند نشانه هست. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و برای شما شب و روز و آفتاب و ماه را مسخر کرد و ستارگان به فرمان وی مسخرند. همانا در این برای گروهی که به عقل در میابند نشانه های هست. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. و مسخر کرد آنچه را که در زمین برای شما گوناگون رنگ آفرید، یعنی حیوانات و نباتات گوناگون. همانا در این برای گروهی که پند میپذیرند نشانه هست. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و او آن خدای است که دریا را مسخر ساخت تا از آن گوشت تازه بخورد، یعنی ماهی، و تا از آن پیرایه بیرون آرد، یعنی لعل و مرجان، که آن را بپوشد. و کشتی ها را در دریا رونده میبینی و دریا را مسخر کرد تا از فضل او طلب معیشت کند و تا بود که شکر کند. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. و در زمین کوههای استوار را افکند تا مبادا شما را بجنباند و جایها و راهها را آفرید تا بود که راهیاب شود. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. و نشانه ها آفرید و آنها با ستارگان راه میابند. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. آیا آن که می آفریند مانند کسی است که نمی آفریند؟ آیا پند نمی گیرد؟ و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. و اگر نعمت خدا را بشمارید آن را شمرده نتوانید. به درستی که خدا آمرزنده مهربان است.
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون و آنچه را که پنهان می‌دارد و آنچه را که آشکار می‌کند خدا می‌داند. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون و کسانی که کافران آنها را بجز خدا می‌پرستند چیزی را نمی‌آفرینند و خودشان آفریده می‌شوند. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون مردگانند نه زندگان و نمی‌دانند که برانگیخته خواهند شد. الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون خدای شما خدای یگانه است. پس آنان که به آخرت معتقد نمی‌شوند دلهایشان انکار کننده است و آنها سرکشند. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرین. بشبه خدا آنچه را که پنهان می‌دارند و آنچه را که آشکار می‌کنند می‌داند، همانا او سرکشان را دوست ندارد. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطیر الاولین. و چون به آنها گفته شود آنچه پروردگار شما فرو فرستاده است چیست؟ گویند افسانه های پیشینیان است. لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامة ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون. تا آنکه روز قیامت بار گناهان خیش را به تمام بردارند و نیز از بارهای کسانی بردارند که آنها را به غیر دانش گمراه می سازند. آگاه شوید بعد است آنچه برمی دارند. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. همانا آنان که پیش از آنها بودند بداندیشی کردند، پس فرمان خدا به سوی عمارتشان از جانب بنیادها بیامد، پس سقف از بالایشان بر آنها افتاد و عذاب از آن جانب که نمی‌دانستند به آنها آمد. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرین. سپس روز قیامت آنها را رسوا کند و گوید کجایند آن شریکان من که شما در شأن آنها با پیغمبر و مؤمنان مخالفت میکردید؟ اهل علم گویند به درستی که امروز رسوایی و سختی بر کافران است. الذين تتوفاهم الملائكة
الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. آنان که فرشتگان ارواحشان را میگیرند در آن حال که بر خویش ستمگر بودند، پس آن کافران پیغام گردن نهادن را اندازند که ما هیچ عملی بد هرگز نمی کردیم. گفته شود آره، به درستی که خدا به آنچه می کردید دانا است. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. پس به دروازه های دوزخ درآیید، آنجا جاویدانید، پس بعد از جای سرکشان یعنی دوزخ. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. و بر پرهیزگاران گفته شود پروردگار شما چی چیز را فرو فرستاد؟ گویند بهترین سخن را. برای آنان که در این سرای نکوکاری کردند حالتی نیک است و همانا سرای آخرت بهتر است و به درستی که آخرت نیکو سرای پرهیزگاران است. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بستان‌های همیشه ماندن که به آنجا درآیند، زیر آن جایها می رود و در آنجا هر چی خواهند برایشان فراهم است. خدا با پرهیزگاران همچنین جزا می دهد. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. آنان که فرشتگان ارواحشان را می گیرند در آن حال که شادمان باشند گویند سلام بر شما باد، به جزای آنچه می کردید به بهشت درآیید. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کافران انتظاری جز آن نمی کشند که به آنها فرشتگان بیایند برای گرفتن جان یا فرمان پروردگاری تو بیاید یعنی عذاب او. کسانی که پیش از آنها بودند همچنین کردند و خدا بر آنها ستم نکرد ولیکن آنها بر خویش ستم میکردند. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. پس به آنها جزای گناهان اعمالشان رسید و آنچه که به آن استهزا میکردند به آنها فرود آمد.
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبین. و مشرکان گفتند اگر خدا میخواست نه ما و نه پدران ما هیچ چیز را بجز وی نمی پرستیدیم و به غیر فرمان وی هیچ چیز را حرام نمی دانستیم. کسانی که پیش از آنها بودند همچنین کردند. پس بر عهده پیغمبران بجز خبر رسانیدن آشکارا چیز نیست. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. همانا در هر گروه پیغمبری را فرستادیم که خدا را بپرستید و از طاغوت دوری جوید. پس از آنها کسی بود که خدا به وی راه نمود و از آنها کسی بود که گمراهی بر وی ثابت شد. پس در زمین سیر کنید و بنگرید که آخری کاری دروغ دارندگان چگونه شد. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اگر بر هدایت آنها کوشش کنی چی سود؟ پس به درستی که خدا کسی را که گمراه می سازد راه نمی نماید و آنها را هیچ یاری دهنده نیست. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و به سخت‌ترین سوگندهای خود به خدا قسم می‌خورند که خدا مرده را بر نمی انگیزد. آره برانگیزد. وعده درسته که بر وی است ولیکن بیشتر مردم نمی‌دانند. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. آره برانگیزد تا که برایشان آنچه را که در آن اختلاف میکنند بیان کند و تا کافران بدانند که آنها دروغگو بودند. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فرمان ما برای آن چیزی که چون آفریدنش را خواهیم بجز این نیست که آن را گوییم بشو پس بشود. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. و کسانی که از بعد آن که بر آنها ستم کرده شد برای خدا ترک دیار خود کردند
البته آنها را در دنیا در سرای نیک جای می دهیم. این وعده در عمل اجرا شد و مهاجران را به مدینه جای داد و اگر می دانستند همانا مزد آخرت بزرگتر است. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. آنان که صبر کردند و بر پروردگار خویش توکل می نمایند. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و ما پیش از تو کسی را نفرستادیم مگر مردانی را که به سویشان وحی فرستادیم. اگر نمیدانید پس از اهل کتاب سؤال کنید. یعنی پیغمبران سابق آدمی بودند، فرشته نبودند. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. آنها را به دلیل‌ها و کتاب‌ها فرستادیم و به سوی تو کتاب را فرود آوردیم تا برای مردم شریعتی را که به سویشان فرود آورده شده است بیان کنی و تا بود که آنها تفکر کنند. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. آیا آنان که تدبیرهای بد اندیشیدند، یعنی در حق پیغمبران و مؤمنان، از آن امین شدند که خدا آنها را به زمین فرو برد یا از آن جایی که نمیدانند عذاب بر آنها بیاید؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. یا خدا آنها را در رفت و آمدشان بگیرد پس آنها عاجز کننده نیستند. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. یا آنها را بعد ترس بگیرد، یعنی ترس از هلاک پیشینیان، پس به درستی که پروردگار شما بخشاینده مهربان است. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. آیا به چیزهایی که خدا پیدا کرده است ننگریستند که چگونه سایه های آنها از جانب راست و از جانب چپ می گردند در حالی که برای خدا به سجده فروتن شدند؟ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. و از جنبندگان آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است و فرشتگان نیز به خدا سجده می کنند و آنها سرکشی نمی کنند. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. از پروردگار خود که بر آنها غالب است می ترسند و آنچه فرموده می شوند می کنند. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. و خدا گفت
دو خدا را فرا مگیرید جز این نیست که وی خدای یگانه است. پس از من بترسید. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. و آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و عبادت لازم شده از برای اوست. آیا از غیر خدا می ترسید؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. و از نعمت آنچه با شما است از جانب خدا است. باز چون به شما سختی رسد پس به سوی او رو می آرید و می نالید. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. سپس چون سختی را از سر شما بردارد آنگاه گروهی از شما به پروردگار خود شریک مقرر می کنند. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تا به آنچه آنها را داده‌ایم ناسپاسی کنند پس بهره‌مند شوید و زود خواهید دانست. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. و از آنچه به آنها روزی دادیم حصه برای چیز مقرر کردند که حقیقت آن را نمی دانستند، یعنی برای بتان. سوگند به خدا که از آنچه دروغ می بستید البته پرسیده خواهد شد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. و برای خدا دختران را مقرر می کنند. پاک است او. و برای خیش آنچه را که رغبت می نمایند مقرر می کنند، یعنی پسران را. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. و اگر به یکی از آنها به تولد دختر مژده داده شود روی او سیاه گردد و او از اندوه پر باشد. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. به سبب ناخوشی آنچه که به وی مژده داده شد از قوم پنهان شود. بندش افتد که آیا او را به خواری باقی گذارد یا در خاک درآورد. آگاه شوید بد است حکم آنها. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. کسانی را که به آخرت ایمان نمی آورند مثل زشت است و خدا را مثل بلند است و او غالب با حکمت است. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. و اگر خدا مردم را به سزای ستم آنها گرفتار میکرد، بر زمین هیچ جنبنده ای را نمیگذاشت، ولیکن آنها را تا وقت معین موقوف می‌دارد. پس چون آن وقت معینشان فرا رسد، نه ساعت باز مانند و نه ساعت پیش روند. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. و آنچه را که خود ناپسند می‌دارند برای خدا مقرر می‌کنند، یعنی دختران، و با زبانشان سخن دروغ را بیان می‌کنند که نیکویی از آنها است، یعنی نجات در آخرت. در آن شبهه نیست که برای آنها آتش باشد و در آن که آنها به دوزخ پیش فرستاده می‌شوند. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. با خدا قسم که همانا ما به سوی امتانی که پیش از تو بودند پیغمبران فرستادیم، پس شیطان کردارهای آنها را برایشان بیاراست. پس امروز او یار آنها است و برای آنها عذابی درد دهنده است. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. و ما کتاب را بر تو فرو نفرستادیم مگر برای آن که برایشان آنچه را که در آن اختلاف کردند بیان کنی و تا آن که برای قومی که ایمان می آورند رهنمون و بخشایش باشد. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. و خدا از آسمان آب را فرود آورد، پس با آن زمین را بعد مرگ آن زنده ساخت. همانا در این برای گروهی که میشنوند نشانه است. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. و به درستی که در چهار پایان برای شما پنده هست، از آنچه در شکم وی است، از میان سرگین و خون شیر خالص به شما می نشانیم که برای آشامندگان گواراست. و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. و از میوه درختان خرما و انگور هم شراب مست کننده و هم رزقی حلال می سازد، همانا در این برای گروهی که
به عقل در میابند نشانه هست. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. و پروردگاری تو به سوی زنبور عسل الهام فرستاد که از کوهها و از درختان و از آنچه مردم بنا میکنند خانه بساز. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سپس از هر میوه بخور و به راه‌های پروردگار خویش رام شده روان شو. از شکم این زنبوران آشامیدنی میبراید که رنگ‌های آن گوناگون است. در آن آشامیدنی برای مردم شفا است. همانا در این برای گروهی که تفکر میکنند نشانه است. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدیر. و خدا شما را آفرید سپس شما را بمیراند و از شما کسی هست که به خردترین دوره عمر بازگردانیده می شود تا آن که بعد دانستن دیگر چیزی را نداند. به درستی که خدا دانای توانا است. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. و خدا شما را در روزی بر یکدیگر فضل داد. پس آنان که افزونی داده شدند بر مملوکان خود روزی خود را باز نمی گردانند تا همه آنها در روزی برابر باشند. آیا نعمت خدا را این کار می نمایند؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. و خدا از خودتان برای شما زنان را آفرید و از زنانتان برای شما پسران و نبیرگان را آفرید و به شما از پاکیزه ها روزی داد. آیا آنها به باطل ایمان می آورند و به نعمت خدا ناسپاسی می نمایند؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. و بجز خدا کسانی را می پرستند که برایشان از آسمان ها و زمین چیز روزی داده نمی توانند و توانایی ندارند. فلا تضربوا لله الأمثال إن
الله يعلم وأنتم لا تعلمون. پس برای خدا مثالها میزنید به درستی که خدا میداند و شما نمیدانید. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. خدا مثل بنده مملوک را بیان کرد که بر هیچ چیز توانایی ندارد و کسی را که از نزد خود به او روزی نیک دادیم وی از آن روزی پنهان و آشکارا خرج می کند. آیا برابر می شوند؟ همه ستایش خدا را است بلکه اکثر آنها نمی دانند. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ و خدا مثل دیگری دو مرد را بیان کرد. یکی از آنها گنگ است، بر چیز قدرت ندارد و او بر خواجه خود گران است. هر جا که او را فرستد از آنجا نیکی نآورد. آیا این شخص و کسی که مردم را به عدل می فرماید و خودش در راه راست است برابرند؟ ولله غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدیر. و علم پنهانی آسمان ها و زمین از آن خدا است و کار قیامت یعنی در پیش قدرت خدا چیزی نیست مگر مانند یک چشم به هم زدن، بلکه آن نزدیک تر است. به درستی که خدا بر همه چیز توانا است. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. و خدا شما را از شکم‌های مادرانتان بیرون آورد و شما چیزی را نمی‌دانستید و برای شما شنوایی و چشم‌ها و دلها پیدا ساخت تا بود که شکر کنید. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا به سوی مرغان رام شده در فضای آسمان ننگریستند؟ کسی بجز خدا آنها را نگاه نمی دارد. همانا در این برای گروهی که ایمان می آورند نشانه های هست. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. و خدا از خانه‌هایتان برای شما جای سکونت ساخت و برای شما از پشت چهارپایان خانه‌های ساخت که آن را روز سفر خود و روز اقامت خود سبک می‌یابید و از پشم آنها و وبری یعنی پشم شتر آنها و موی آنها تا وقت معین اسباب خانه و بهره‌مندی ساخت. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. و خدا برای شما از مخلوقات خود سایه ها و از کوه ها برای شما غارها پیدا کرد و برای شما جامه ها ساخت که شما را از گرمی نگاه دارد و جامه هایی که شما را از جنگ شما نگاه دارد یعنی زره ها. همچنین نعمت خود را بر شما تمام می دهد تا بود که اسلام آرید. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پس اگر روی بگردانند جز این نیست که بر تو پیغام رسانیدن آشکارا است. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعمت خدا را میشناسند سپس آن را انکار میکنند و بیشترینشان کافرند. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. و آن روز که از هر گروه گواه را برانگیزیم و آن پیغمبر قوم باشد سپس به کافران اجازت داده نشود یعنی تا عذر خود کنند و نه از آنها طلب کرده شود که برای خوشنودی خدا عمل کنند. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. و چون ستمگران عذاب را ببینند اضطراب کنند پس از آنها سبک کرده نشود و نه آنها مهلت داده شوند. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. و چون مشرکان شریکان خود را ببینند گویند ای پروردگار ما اینها شریکان مایند که ما به جز تو می پرستیدیم. پس شریکان این سخن را به آنها بازگردانند به درستی که شما دروغ گویید. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. و در آن روز همه پیغام تسلیم را به سوی خدا افکنند و آنچه دروغ می بستند از آنها گم گردد. الذين كفروا وصدوا
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. آنان که کافر شدند و از راه خدا بازگشتند، یعنی مردم را بازگرداندند، به سبب آن که فساد میکردند عذاب بالای عذابشان می‌افزاییم، یعنی عذاب گمراه بودن و گمراه کردن. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. و بیترسان از آن روزی که در هر امت گواهی از قبیله خودشان بر آنها برانگیزیم و آن پیغمبر آن قوم باشد و تو را بر این کافران گواه بیاریم و بر تو کتاب فرود آوردیم که برای بیان کردنی هر چیز است و برای راه نمودن و بخشایش و مژده دادنی مسلمانان است. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. همانا خدا به انصاف و نیکوکاری و عطا کردن به خویشاوندان می‌فرماید و از بی‌حیایی و کاری ناپسندیده و بیدادی منع می‌کند. شما را پند می‌دهد تا بود که شما پندپذیر شوید. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. و با پیمان خدا چون پیمان بندید وفا کنید و سوگندها را بعد محکم ساختن آنها مشکنید و به درستی که خدا را بر خویش نگهبان ساخته اید، یعنی نام او را در قسم ذکر کرده اید. همانا خدا آنچه را که میکنید میداند. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. و مانند زن مباشد که رشته تافته خود را بعد از استواری پاره پاره ساخته گسیخت و سوگندهایتان را در میان خود مکر مسازید تا گروه از گروه افزونتر شود، یعنی برای منفعت دنیا تا مال و منال زیاده به دست دارد. جز این نیست که خدا شما را به آن افزونی می آزماید و روز قیامت آنچه را که در آن اختلاف می نمودید البته برایتان بیان کند. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون.
و اگر خدا میخواست شما را یک گروه میساخت، ولیکن هر کی را خواهد گمراه میکند و هر کی را خواهد راه مینماید و از آنچه میکردید البته پرسیده خواهد شد. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. و سوگندهایتان را در میان خود وسیله فریب مسازید و آنگاه قدم بعد استواری بلغزد و به سبب باز داشتن از راه خدا عقوبت بچشید و برای شما عذاب بزرگ باشد. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. و به عوض پیمان خدا بهای اندک را مستانید اگر دانسته اید به درستی که آنچه نزد خدا است برای شما بهتر است. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آنچه نزد شماست فانی شود و آنچه نزد خداست پاینده است و به صابران بهتر از آنچه میکردند مزدشان را میدهیم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هر کی از مرد یا زن عملی نیک کند و او مؤمن باشد همانا او را به زندگی پاک زنده میکنیم، یعنی در دنیا نعمت میدهیم و به آنها بهتر از آنچه میکردند مزدشان را میدهیم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. پس هرگاه قرآن بخوانی از شیطان رانده شده به خدا پناه بر. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. به درستی که شیطان را بر آنان که ایمان آوردند و بر پروردگار خود توکل میکنند غلبه نیست. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. جز این نیست که غلبه او بر کسانی است که دوستدار او میشوند و بر کسانی که به خدا شریک مقرر میکنند. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. و چون آیت را به جای آیت بدل کنیم، یعنی یک آیت را به آیت دیگر نسخ کنیم و خدا به آنچه فرود می آورد داناتر است، گویند جز این نیست که تو دروغ آورنده هستی، بلکه اکثر آنها نمی دانند.
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. بگو آن را روح القدس یعنی حضرت جبرائیل براستی از جانب پروردگار تو فرود آورده است تا خدا مؤمنان را استوار سازد و برای مسلمانان را راه نمودن و مژده دادن. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. همانا ما می‌دانیم که کافران میگویند جز این نیست که این پیغمبر را آدمی می‌آموزد. نه چنین است، زیرا زبان کسی که به سوی او نسبت می‌کنند عجمی است و این قرآن زبان عربی روشن است. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. به درستی که خدا کسانی را که به آیاتهای خدا ایمان نمی آورند راه نمی نماید و برای آنها عذاب درد دهنده است. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. جز این نیست که دروغ را کسانی بر می بندند که به آیاتهای خدا ایمان ندارند و آنها دروغ گویند. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. دروغ را کسی می بندد که بعد ایمان خود به خدا کافر شود مگر آن کس که بر وی جبر کرده شود و دلش به ایمان آرامیده باشد. ولیکن کسانی که به کفر سینه گشاده کنند یعنی راضی شوند خشم از خدا بر آنها است و برای آنها عذاب بزرگ است. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. این خشم به سبب آن است که آنها زندگانی دنیا را بر آخرت دوست داشتند و به سبب آن است که خدا گروه کافران را راه نمی نماید. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. آنها کسانی اند که خدا بر دلهایشان و گوشهایشان و دیده هایشان مهر نهاده است و آنها بیخبرانند. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. و در آن شک نیست که آنها در آخرت زیانکارند. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحیم. باز همان پروردگار تو برای کسانی که هجرت کردند بعد از آن که عقوبت کرده شدند یعنی
تا اینکه کلمه کفر بگویند. سپس جهاد کردند و صبر نمودند. به درستی که پروردگار تو بعد از این همه آمرزگار مهربان است. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. یاد کن آن روزی را که هر شخص به دفاع از خود جدال کنان بیاید و به هر شخص جزای آنچه کرده است به تمام داده شود و آنها ستم کرده نشوند. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. و خدا مثل ده را بیان کرد که امین و آرامیده بود. روزی آن به کشادگی از هر جای به او می آمد. پس به نعمتهای خدا ناسپاسی کرد. پس خدا به سبب آنچه می کردند گرسنگی و ترس فراگیر را به آنها چشانید. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. و به درستی که پیغمبری از خودشان پیش آنها آمد، پس او را دروغگو داشتند، پس عذاب آنها را فرا گرفت و آنها ستمگر بودند. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. پس از آنچه خدا به شما روزی داده است حلال و پاکیزه بخورید و اگر خدا را می پرستید بر نعمت او شکر کنید. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. جز این نیست که خدا بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که بر ذبح آن نام غیر خدا ذکر کرده شده باشد حرام کرده است. پس هر کی بیچاره شود، یعنی به خوردن یکی از این حرام کرده ها محتاج شود، نه ستم کرده و نه از حد گذشته باشد، پس خدا آمرزگار مهربان است. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. و چیزی را که زبان شما به دروغ بیان حکم آن میکند مگویید که آن حلال است و این حرام است تا بر خدا دروغ را بندید. همانا آنان که بر خدا دروغ میبندند رستگار نمیشوند. متاع قلیل ولهم عذاب الیم. آنها را بهره‌مندی اندک است و برایشان عذاب درد دهنده باشد. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و بر یهودیان آنچه را که پیش از این بر تو قصه خواندیم حرام کرده بودیم، یعنی در سوره انعام، و ما بر آنها ستم نکردیم ولیکن آنها بر جان خویش ستم میکردند. ثم
إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم. باز به درستی که پروردگاری تو برای آنان که به نادانی کاری بد کردند باز بعد از آن توبه کردند و شایسته کار شدند. به درستی که پروردگاری تو بعد از آن توبه آمرزگار مهربان است. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. همانا ابراهیم بزرگوار برای خدا عبادت کننده حنیف بود و از مشرکان نبود. شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم. سپاس دارنده نعمتهای خدا بود. خدا او را برگزید و به سوی راه راست هدایت کرد. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. و به او در دنیا نعمت عطا کردیم و به درستی که او در آخرت از شایسته حالان است. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بعد از آن به سوی تو وحی فرستادیم که کش ابراهیم را پیروی کن که حنیف بود و او از مشرکان نبود. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. جز این نیست که بزرگداشت شنبه بر کسانی مقرر گردید که در آن اختلاف کردند و همانا پروردگاری تو روز قیامت میان آنها یعنی یهودیان در آنچه که اندر آن اختلاف میکردند حکم کند. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسوی راه پروردگار خیش با دانش و پند نیک دعوت کن یعنی مردم را و با آنها به طریق مناظره کن که وی نیک است. به درستی پروردگار تو با کسی داناتر است که از راه او گمراه شد و به راه یافتگان او داناتر است. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. و اگر عقوبت کنید پس به مثل آنچه با شما معامله کرده شد عقوبت کنید و اگر صبر کنید همانا آن صبر برای صابران بهتر است. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. و شکیبایی کن و شکیبایی تو جز به توفیق خدا نیست و بر آنها اندوه مخور و از آن که بداندیشی میکنند در تنگدلی مباش. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
به درستی که خدا با پرهیزکاران است و با کسانی که آنها نیکوکارند.